خبرنگار افغان در پی تصرف دره پنشیر از سوی طالبان توانستند به این دره راه بیابند و درباره وضع پنشیر دو گزارش مفصل ویدیویی هر کدامش بیش از 20 دقیقه تهیه کنند. در گزارش اول خبرنگاران در دروازه پنشیر ایستاده گزارش میدهند که برخلاف انتظارات وی رو به این دره آزادانه صورت میگیرد و ماشین ها در رفته آمدند، اما خوب به نظر می رسد که جنگیان طالبان عکس‌های چهره‌های سرشناس تاجیکان افغانستان از جمله پورتریت‌های احمدشاه مسعود، برهان‌الدین ربانی و دکتر عبدالله را از دروازه پنشیر کنده پرتافتند. در گزارش شبکه عاشقان کابل رهبران طالبان از آن صحبت می‌کنند که بعد تصرف پنشیر وضع در این مناطق آرام شد، تصفیه به آخر رسیده و مقاومت دیگر دیده نمی شود، اما ساکنان بیشتر از قیمتی شکایت میکنند و میگویند قاتلان اساسی آنهایند که نرخ‌ها را اینقدر بالا بردند. البته هر دو خبرنگار گزارش‌هایشان را با احتیاط کامل از طالبان که آزادی مطبوعات را چندان خوش ندارند و علاقه چند خبرنگار را لطکوب هم کردند تهیه کردند، ولی به هر صورت این نخستین تصویرها از پنشیر در پی تصرفش از سوی طالبان است و معلومات مهمی درباره وضع این منطقه میرساند. ولایت پنشیر تنها ولایت از 34 ولایت افغانستان که به طالبان تسلیم نشد روز 5 سپتامبر از سوی جنگیان این گروه تندرو تصرف شد. حالا نیروهای جبهه مقاومت ملی برابری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود در دره‌های کوهستان این منطقه سنگر گرفتند.